فرض کردیم کودک شما پیاله شکست، چی میگوید شما؟ مثلا من تقریبا صحبت میکنم، میگم که خب بچم این شکست به فکر برای چی شکست؟ چون همین چیز شکست. بله. خیلی وای میگه دادا من این کار کرده ایستاده بودم، من ندیده موندم که همین شکست. تصادفاً شکست، قصداً شکست. و من میگم خراشا تو این تصادفاً شکستی، اوکی ما فهمیدیم که این تصادفاً شکست، برای چی به فکری تو همین ندیده موندی؟ و وای میگه دادا من وقتی که مثلا این کار میکردم هوشم فلان جانده بود و من وای کردم و بعد ما از همین به خلاصه میبینیم که با هم یعنی وقتی که ما یک کار میکنیم ما باید تلاش کنیم که هوش ما همینجا باشد. ما چرا وقتی که خوراک میخوریم در تلویزیون زندگی میکنیم، وقتی که فیلم میبینیم در بازار فکر میکنیم، یعنی این علاقه تربیه که بچه میفهمد که وقتی که من مینویسم یعنی من باید این وقت نویسم. و این که بعد صحبت میکنیم خوب بچه‌م فکر میکنه همین این که شکست این خوب است یا بد است و وای حتما میگه که البته این که بد، اگر نشکند خوب بود و شما هم میگه که اگر نشکند خوب بود و من امیدوار که تو من بعد وقتی که یگان کار میکنی به هوش میشی و دیگر وای نمیشکنی دیگه وریلیس و بعد از همین وای بچه دیگر آسوده میشد که انیق میدوند که برای کروشکه شکستگیش وای کاری گنده کرد لیکن داداش وای جنگ نکرد و وای تلاش میکند که این دفع شما پدوید نکند برای آنکه شما وای به باور کرید وای تلاش میکند که شما باوریتان به سزاوار شود و مثلا بین من و فرزندم یک مناسبت خاصه پیدا میشد